دوستان عزیز سلام، به چینل آزی میدیا خوش آمدید. این چینل موضوعات نهال مهاجرت و پناهندگی برای افغانستان را که در سوشال میدیا به اختصار نام هشتگ مافا شناخته می شود را نشر می کند. فرانسه کشور رویایی است. آزادی، امنیت و لذت زندگی را می شود آنجا تجربه کرد. آیا دوست دارید در فرانسه زندگی کنید؟ اکنون درباره ویزای بشردوستانه فرانسه خیلی مختصر اطلاعات می دهم. فرانسه ویزای بشردوستانه برای اتباع افغانی می‌دهد. معمولا این ویزا از کشورهای پاکستان و ایران صادر می شود و ویزای الحاق خانواده نیز خیلی راحت نسبت به هر کشور دیگری از جانب فرانسه صادر می شود. در مورد ویزای بشردوستانه فرانسه باید گفت این ویزا معمولا به افراد تعلق می‌گیرد که امکان زندگی در کشور خود را نداشته باشند. این افراد در صورتی قبلا با کشور فرانسه ارتباط خاصی داشته یا با این کشور همکاری کرده باشند شانس بیشتر برای دریافت ویزا دارد. و طور کلی شباهت خاصی با شرایط گرفتن پناهندگی دارد. این ویزا معمولا به افغان‌های ارائه شده و به افراد عطا می‌شود که امکان زندگی در کشور خود را نداشته و مورد خطر واقع شده باشند. افراد باید حتما در هنگام ثبت نام درخواست ویزای بشردوستانه این کشور در سایت ثبت نام ویزا یا به صورت حضوری ثابت کنند که دچار تهدید و ناامنی هستند و به هیچ عنوان ادامه زندگی در کشور مبدأ برایشان مساعد نیست. دریافت ویزای بشردوستانه این کشور اگرچه سخت به نظر می‌رسد و مراحل رسیدن به آن دشوار است، اما لازم به ذکر است که افراد واجد شرایط با خیال راحت می‌توانند ویزای مذکور را گرفته و وارد فرانسه شوند. این افراد معمولا تحت حمایت کشور فرانسه قرار گرفته و با گرفتن پناهندگی می‌توانند از خدمات رفاهی کشور مقصد بهره‌مند شوند. ما را در سوشال میدیا دنبال کنید. #مافا